ҷадиди фардои тоҷикистон. این برنامه اولین ما به طور آنلاینی یعنی پخش مستقیم است. بنابر میخواهم برنامه اولین ما بگذار یک برنامه مشهور در تلویزیون های تاجیکی و چی در شبکه های اجتماعی درباره آینده تاجیکستان خیلی کم ابراز اندیشه می شود. برنامه های اشاره کننده به کمبودی و خطاها کم نیستند. این گونه برنامه ها همچون آینه به جامعه کشور خدمت می کنند. خصوصا در این زمانی که زمام کشور عزیزمان تاجیکستان در دست یک رژیم خودکامه و یک رو تنقید ناپذیر و تندرو است، اشاره به کمبودی و به زبان آوردن آن کاری آسان نیست. امروزها در کشور هر یک که اندیشه مغایر با رژیم دارد چندین نام‌های ناچسبان از جمله تروریست و اکستریمیست و غیره برچسبانیده می شود. امروز خود این رژیم حکومت تاجیکستان چنان تندگرا شده است که شاید در جهان یگان گروه تروریستی اکستریمیستی مثل حکومت تاجیکستان بیرحم و یکرو و تحمل ناپذیر نباشد. تماشابینان عزیز، در کجای دنیا شنیدید که یک تروریست یا اکستریمیست با موی سفیدان و کمپیران سر به سر شده است؟ در تاجیکستان ما باشد این وجود دارد. بنابر برای حکومت تاجیکستان هر یک حرفی که به خاطر اصلاح و پیشرفت گفته می شود جرم و گناه و خیانت حسابیده می شود. حکومتی که به این حالت رسید به شک هممون میدونیم که آینده ندارد. حکومتی که به اوج تندگرایی رسید آینده ندارد و همه قشر جامعه را با یک چشم دیده نمیتواند و برای آینده کشور حکومت تندگرا فکر و اندیشه کرده نمیتواند. حکومت ها دیر است یا زود میروند اما ملت باقی میماند. برای ما مهم از همه حفظ استقلال کشور، برقراری عدالت محوری و سربلندی ملت است. و برای سربلندی ملت دیگر باید نقشه ها داشت، مشورت های کرد، بحث های سازنده آراسته برنامه فردای کشور را آماده کرد. فردای تاجیکستان باید چگونه باشد؟ برای پیشرفت و ترقیات و آزادگی مردم چی کارهای باید انجام داد؟ نخست همچون پایدیوار رشد به چی کارهای باید دست زد؟ در ساحه سیاست، اقتصاد و علم فرهنگ باید چی اقدامی کرد؟ چی کار کنیم که همه گوش شنوا داشته باشیم؟ چی کار کنیم که همه همدیگر را تحمل کنیم و با داشتن اندیشه های گوناگون احترام همدیگر به میان آید؟ تحمل اندیشه های گوناگون به میان آید؟ چی اقدام کنیم که بیشتر درخت دوستی شنانیده شود و در هر کجای نباشد نهال دشمنی برکنده شود؟ هر دشمن تراشی و دشمن ساز و بدنام کننده ملت نه تنها در رأس کشور بلکه حتی در جامعه تربیه یابد و قبول راه درست انسانساز برایش آسان شود. بینندگان عزیز، هموطنان گرامی، طول 2 سال اخیر ما بیشتر برنامه‌های خود را برای افشای کمبودی‌های مقامات، فساد در حکومت، استفاده غیر مقصدناک بودجه به طور صنعی، مفلس کنی های کارخانه های بزرگ دولتی، ظلم و ستم مقامات، نبودن عدالت، تروریسم و اکستریمیسم در سطح حکومت بخشیده بودیم. برابر ما دیگر رسانه ها و بلاگران نیز در این جاده خدمت های شایان داشتند. مقصد ما کشادن چشم ملت و بیدار کردن مردم از غفلت بود
تا مردم بداند که خانه اش را به یغما میبرند در غفلت مانده است. چون انسان غافل و کرخت برای آینده خود برنامه داشته نمیتواند. برای آن که ما برنامه داشته باشیم، برای آن که از آینده خود فکر کنیم، برای آینده خود نقشه کشیم، ما باید هوشیار باشیم، اهل سواد باشیم، از رویدادهای امروز دیروز باخبر باشیم، از سیاست حکومت باخبر باشیم. و خوشبختانه امروزها چنانی که دیده ایستاده ایم، ما به این مقصد نزدیک شده ایم و خیلی مردم بیدار شده است. 2-3 سال پیش بیداری امروزی مردم کشور پیشگویی نشونده و حتی تصور ناپذیر بود. همین خیلی نه؟ اکثریت بر این بودند که مردم تاجیک چنان خود را به خواب انداخته است که دیگر بیدار شدنش مشکل است. اما از حرکت برکت گفتند. به هر کاری که همت بسته گردد، اگر خاری بود گلدسته گردد. امروز ملت فوج بیدار شده ایستاده است. تنها یک نظر به شبکه‌های اجتماعی کافی است که پی بریم ملت عزیز تا چه حد تشنه آزادی و عدالت است و برای رسیدن به آزادی و عدالت چقدر از خود شجاعت و جسارت نشان می‌دهد. حالا تماشابینان عزیز، از یکایک شما خواهش میکنم که لایک را پخش کنید و پیوند نوار را به دوستانتان به دیگران فرستید تا در این برنامه سنجشی مشورتی ما شرکت کنند و بفهمند که مقصد از برنامه فردای تاجیکستان چی است. حالا میبینیم که ملت عزیز ما رو به بیدار شدن آورده است. از بی‌طرفی دست کشیده ایستاده است و دارد میخواهد الکی در بود و نبود کشور، در دار و ندار کشور شرکت داشته باشد. بنابر حالا وقت آن رسیده است که برای آینده کشور فکر کنیم. برای فردای خود برنامه آماده کنیم، چون بدون برنامه و مشورت مبادای خطای سر زند. این بیداری باز سرکوب شود و به سالیان دراز باز ملت عزیز سرکوب ماند. برای همین با احتیاط، با قدم های استوار، با شجاعت، با دلیری آگاهانه ما باید برای فردای تاجیکستان نقشه داشته باشیم، برنامه داشته باشیم، مشورت داشته باشیم و همه این امید دارم در برنامه فردای تاجیکستان من بعد هفته 2 مرتبه با مشورت شما ملت عزیز صدا خواهد داد. همینجا در همین برنامه همیشه کوشش میکنیم که با هم باشیم و مشورت همدیگر را گرفته پیش رویم. حالا به ما یک زنگ آمده است، شاید برای صحبت و مشورت در این برنامه باشد. زنگ را قبول میکنیم. الو، سلام. و علیکم السلام، بفرمایید. ما در پخش زنده قرار دارم. بله، در پخش زنده قرار دارید. میخواستم درباره همین بابای دانیار یا بابای دانا که حکومت تاجیکستان در مدت 7 سال او را به حبس گرفت، 1-2 چیزی گفته باشم. بفرمایید. فقط اینجا همین را بخوام بگویم که برنامه جدیدی فردای تاجیکستان است. یگان مشورت با آینده تاجیکستان با گفتن همین موضوع باشد. بفرمایید. خیلی خوب. باور کنید بعد از این قضیه که حکومت رو اجرا کرد، ما شهروندان تاجیکستان دستمون از خیر و سخاوت، دلمون از خیر و سخاوت خنک شده است. چون که مثال من به خلاصه آمدم که اگر من در راه رفته ایستاده باشم و
یک تشنه رو بینم و خواهم که با او آب دهم، باید که از حکومت تاجیکستان اجازت پرسم و تا من اجازت میپرسم که او از تشنگی میمیرد. این رو من همین خیلی میفهمم، یعنی که اگر من به اجازت با او دست کمک دراز کنم میتونم دوستان ببخشید، زنگ دیگر به زنگ شما خلل رسانده ایستاده است. اینجا خیلی نفران زنگ زده ایستادن. از دوستان خواهش میکنم که وقتی زنگ، چون ما نوکار هستیم و همه زنگ های شما رو جدا قبول کرده نمیتونیم، وقتی صحبت یک نفر لطفا زنگ نزنید، به نوبت انشالله. حاضر ببخشید. بفرمایید. میوید صدایتون. الو. میوید صدایتون. من به خلاصه آمدم که حکومت نمیدانم این با این اویله هایی که زندانیان سیاسی هستند چی کردنی هست. اگر تشکر زیاد برادر عزیز. اینجا برادر بسیار خواهش کرده ایستادن که امروز در حکومت تاجیکستان، در دیار ما، کشور ما تاجیکستان عزیز، یک حالت به وجود آمده است که باید در خانه چه خوراک میپزی، چه طعام باید پزی، چند کس رو باید دعوت کنی، به خانه مهمان بیاید یا نآید و مهمان می آمدگی باید چند نفر باشد، و توی تو باید چند نفر بیاید، چند نفر نآید و هکذاها. باید از حکومت اجازه بپرسی و برای همین هم این برادر خواهش دارد که همین چیزها در فردای تاجیکستان، در آینده تاجیکستان یک معیار و یک ترتیب نظام خودش را داشته باشد و قانون باید تا درجه، تا اندازه به آزادی انسان دخالت کند، به زندگی انسان دخالت کند که آزادی او همچون در یک کشور صاحب استقلال و دموکراتی آزادی او زیر سوال نرود. اینجا باز یک نفر دیگر چندین نفر دیگر زنگ زده ایستادند. زنگ رو قبول میکنیم. لبای من به مردم تاجیک گفتنیم که بیایید مردم از مرده پرستی به زنده پرستی گذاریم. قهرمان های خود را در زنده بودنشان شناسیم، چون ما بسیار
گوش میکنم. الو السلام علیکم. و علیکم السلام. با معذرت به برادری که پیشتر صحبت کرده سوده بودن، اینجا صحبت یکدیگر. شما همین پیرامو افیر گذاشتن در مورد تاجیکستان ها. بله بفرمایید. همین میگه که کوی یه چیز میگم که ما کراچی شهروند تاجیکستان وطن خودم ما به نهایت دوست میداریم. شما همه کار فکر شما نگو میگه روسو میگه که سبک لایت کراون ایجاد همه خیلی گپ زدن گرید تاجیکستان فروختن گرید جناب عالی فکر کردن گرید چی دستتون اومد کردن گرید من همیشه تماشا میکنم وای بر حال شما وطن فروشا شما حیفی وطن شویم برادر. بسیار برادر خوب، گپاتون بسیار از حد آداب و اخلاق بیرون رفته ایستاده است. اگر برای آینده کشور یگان بغیر از تهمت و حقارت یگان فکر خوب داشته باشد بفرمایید، اگر نداشته باشد به نوبت رو به دیگران سپاریم. برادر عزیز گوش کنید، شما یگان پیشنهاد برای فردای تاجیکستان دارید یا دیگران را فقط محاکمه میکنید؟ حاضر برنامه محاکمه نیست، برنامه برای فردای تاجیکستان پیشنهاد و مشورت است. خوب، بسیار خوب برادر، بسیار خوب، گپتان قبول. حاضر برای ما سه برنامه حکومت جمهوری تاجیکستان برای آینده تاجیکستان ذکر میکردید که در حال اجرا شدن است. بسیار خوش میشدیم. ما اینجا سپاسی جناب عالی نگفته ایستادیم، ما اینجا سپاسی جناب عالی نیست. اینجا شما ذکر میکردید که بگذار جناب عالی عالیتان یگان برنامه دو سه برنامه که برای آینده تاجیکستان هست و در حال اجرا است ذکر میکردید. مثلا اگر برنامه 10 ساله 2010-2020 کدامش اجرا شد، کدامش رو به پیش روی نهاد؟ به سوال جواب ندارید، ما نوبت به دیگران میسپاریم. مایلش شما در اینجا یکم پرووکاسیا چیست میگفتید که در کدام سخنهای ما پرووکاسیا دیدید؟ دوم ما برای فردای تاجیکستان صحبت میکنیم، میگفتید که کدام برنامه برای رشد تاجیکستان دارید که در حال اجرا شدن است یا تا امروز اجرا شده است؟ در دوام 30 سال تاجیکستان کدام برنامه حکومت تاجیکستان به اجرا رسید؟ به دلیل، به اثبات. ما امروز به خلاصه اومدیم که این حکومت کارناشایم است و یگان برنامه‌ای که به نقشه گرفته است اجرا نشده است. از روی انصاف کسی میخواهد در اینجا برایت بگوید که شما کورید، چشمتان نمیبیند، برنامه های تاجیکستان همه اجرا شده ایستاده است، ما دیگر دست بالا میکنیم. انا برای آن که ما خانه و در پیدا کنیم، آزادانه در آن خانه و درمان زندگی کنیم، کسی دیگه طبق ما را نشمارد و از کسی اجازت نپرسیم که به کسی چگونه خیر و سخاوت کنیم. برای همین ما امروز برنامه را تشکیل کرده شدیم که فرد و شهروند تاجیکستان باید چگونه زندگی کند.
سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. بودار سوخته استای تو وزیر دوام داری استای نوازی مثلا شورای اولیایی که کسی فلان و بهمدان اگر همین پول زواد و فابریکه در جای همین میسوخت و مردم جای کار میشید براسیا نمیرفتن محتاج نمیشیدن خوب نمیشید چی با فکر شما ده همین حکومت تاجیکستان برای چی همین زنیای بیمانه را بیشتر میسوزه مبلغ صرف میکنه زواد و فابریکه نمیسوزه در همین سوال میخواستم شما هم چون یک سیاستمدار تجربه دار جواب گیرم. برادر عزیز تشکر به سوالتان. ما به این گونه موضوع ها بسیار دخل کردگی هستیم در برنامه تحلیلی دیدگاه و چندین بار هم در این باره تذکر دادگی هستیم که باید ما امروز کار کنیم که با جای قصر ملت ساختن برای پرچم بلندترین ساختن و دیگه این مصرف های بیهوده ما باید کارخانه و کارگاه ها رو زیاد کنیم. وقتی که ما کارخانه و کارگاه ها رو زیاد کردیم وقتی که مردم به جای کار تامین شد در پیش فرزند و خاندانش شبش رو روز میکند و به جای کار به خاطر جمع فرزند و اهل خانوادانش رو دیده به جای کار میرود و مبلغ به دست میآورد این ملت وقتی که ثروتمند می شود غم و غصه‌اش دور می شود و از این ملت ما رنج مسافرت و مهاجرت را برطرف می کنیم همین ملت خودش برای رهبرش قصر هم بنا می کند پرچم بلندترین هم بنا می کند و دیگه و ها کذاهایی که امروز بیهوده مصرف کرده ایستاده است حکومت همین رو ملت خودش بنیاد میکند تئاتر هم بنیاد میکند وقتی که بفرمایید ما مقصد شما را فهمیدم چی به نمیکنه تو همین حاضر همین کار برای چی نکرد آیا همین خیلی متخصص نداره که عقل یکم کودک عقلش میگیره در این کار چی به تو حاضر نمیکنه همین کارا مثال زنیا رو میسوزه و هم خیلی زواد و فابریکه نمیسوزه مقصد چیه که نمیکنه همین کارا با اندیشه ما برادری عزیز اینجا چند مسئله هست یکی از آنها شاید این باشد که شاید حکومت که در رأس اون یک عائله ایستاده است و بیشتری تجارت های تاجیکستان دور و مدار تاجیکستان ثروت های تاجیکستان در دست این عائله هست نمیخواهد که ملت ثروتمند شود نمیخواهد که ملت نیازش کم شود و ملت رو به بهبودی آورده زبان پیدا کند برای این ملت چقدر مردم دست خم و سرخم و دست کوتاه و دست پیشی بر و
غلامطب باشن همین قدر بیشتر است، همین قدر بهتر است و همین قدر راه‌های دزدی و استفاده غیر مقصدناک بودجه آسان می شود. انا برای همین هم امروز حکومت کوشش میکند از خودش گزارش دهد که من اینجا تئاتر پوشیدم، حالا که تئاتر رو نداریم. من اینجا مثلا گریم این قدر بیرق پرچم بلندترین بنا کردم و با همین گزارش های خودش رو به اتمام میرساند. این برای اون که هرچند مردم در حالت فقر قرار داشتگی باشد به اینها فایده بخش است، چون ملت دست پیش بر و غلام طبع به اینها صدا بلند نمی کند و درباره فردای خودش و درباره فردای ملتش فکر و اندیشه نمی کند و همین است که حکومت کوشش می کند بودجه کشور را، دور مدار کشور را، بایگری کشور را غیر مقصدناک استفاده برد و به او کسی صدا بلند نکند. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. یک زنگ دیگر اومد، زنگ را قبول میکنیم. بفرمایید. و علیکم السلام بر شما. برنامه فردای تاجیکستان. بله بفرمایید. فردای تاجیکستان که کنمین از وظیفه برخوردار شود، فردای تاجیکستان درخشان می شود. از خود درخشان می شود. بفرمایید. من شما رو میشنوم. هیچ چیز در کار نه، ما خودمان میسازیم دولتمون، در کار نه برای ما یگان قصر یگان چی ساختم. فکر شما چی است؟ چی باید کرد؟ فکر ما همین است که هر چیز زودتر باید از سر وظیفه برکنار شود، استعفا. اوزی همراه ما در همین، ما بچه های یاش هستیم، جوان هستیم، همراه ما انسان های هستن که از 40-50 بالا در روسیه کار میکنن، هوا خنک است، اینجا گرادوس 30-35 گرادوس تخنیکی در مردکا بیشورا کار کردستن. یگان حکومتدار پروا ندارد که در اینجا شهروند تاجیکستان خنک میخوره یا که زنش خنک میخوره. اگر اون حکومتی بله برادر عزیز، متاسفانه همین حالت وجود دارد، همین حالت هست و چند پیش از سرشوی برنامه من با 2-3 نفر کارشناسان امور مهاجرت صحبت داشتم و متاسفانه بالای آنها چنان فشار، کارشناس امور مهاجرت، کارشناس و عموما یک نفری که از حقوق مهاجران دفاع میکند، بالایش نهایت از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان فشار است تا این که به مردم، به مهاجران کمک حقوقی نکند و چنان وضعیتش را به تنگی آوردن که حتی نه به مهاجر، حتی به خودش کمک کرده نمیتواند، از خودش دفاع کرده نمیتواند. حالتی یک نفری که هزاران مهاجر از او دفاع میدیدن، حقوقشان توسط او دفاع میشد،
امروز حکومت تاجیکستان از او طلب دارد که صدا نبرار، گپ نزن، حقوق مهاجر دفاع نکن تا اینکه مهاجر از حقوقش باخبر نشود، صاحب حقوق نشود، خودش را صاحب حقوق نداند، در پشت یعنی برای خودش پشتیبان نداشتگی باشد. بله دوستی عزیز ببخشید اینجا من یک چیز گفتنی هستم. ما بسیار حاضر در حال نارضایت و قناعتمند نبودن از سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داریم، لیکن فکر ما این است که با این کار تمام نمی شود. ما امروز الکی صدای خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان رسانیدیم که ما از اون نارضا هستیم، از سیاستش نارضا هستیم و این صدا امروز در قلب هر یک خانواده جمهوری تاجیکستان هست، گرچند که به زبان نآمده ایستاده است. لیکن برادری عزیز ما قدم دیگر رو باید بگذاریم. الکی مردم که خواست که همین حکومت برطرف شود امروز یا فردا برطرف می شود. این را تمام کارشناسان جهانی گفته ایستادند. این را تمام تحلیلگران امور سیاسی گفته ایستادند که وقتی که مردم گفت که همین حکومت برطرف شود حتما برطرف خواهد شد. این چیز بعید نیست، لیکن ما قدم بعدی را باید چگونه مانیم برای این باید مشورت کنیم. انا این برنامه ما فردای تاجیکستان برای همین است برادر عزیز. بسیار خوب برادر، زنگ های دیگر ما قبول کنیم با اجازه شما. الو سلام، گوش میکنم شما رو. بله، من میخواهم شما یگان فکر اندیشه خودتان را برای فردای تاجیکستان ابراز میکردید. میخواستم یگان فکر اندیشه که برای فردای تاجیکستان یگان پیشنهاد ملاحظه باید در آینده چی باید کرد که ما پیش رفته باشیم، رو به ترقی بیاریم، رو به رشد بیاریم. اولاد کثیف پلید را از سر وظیفه که دور کردیم، اولین مرتبه باید که
کوری که ما کنیم مهاجرای مهنتی باید از روسیه برکنار کنیم، از روسیه برگردونیم، زیرا که روز از روز حال مهاجرات در روسیه بد شده ایستاده است. درست است، این یک پیشنهاد، ولی برای برطرف کردن همین روند مهاجرت و عموما از بین بردن زیادشوی مهاجرت چی باید کرد؟ امروز مهاجرت گویا میراثی شده است. بله من هم خیلی فکر میکنم که مادر تاجیک تنها برای مهاجرت فرزند تولد میکند. این فکری من این را رحمانوف به سر ما آورد که ما رو مهاجر کرد، پدرهای ما رو مهاجر کرد. من اگر در آینده هم فکران رحمانوف خواهند که باز هم رحمانوف در سر وظیفه باشد، باز هم این ادامه خواهد داد. به همین خاطر پیام ما به این مردم همین است که التماس برادران تاجیک، برادرانی که در غریبی هستید، من میدونم که در مجبوری شما طرف رحمانوف رو میگیرید، طرف رحمانوف رو نگیرید. رحمانوف به شما دلش نمیسوزد، رحمانوف به اون هممسلکان خودش حتی دلش نمیسوزد، به اون نزدیکان خودش دلش نمیسوزد، چی رسد که به شما دلش سوزد. اگر شما امروز قدر خود را ندانستید، اگر شما از یک گریبان سر نبرداشتید، رحمانوف هیچگاه غم شما را نمیخورد. تشکر زیاد برادر عزیز. با دیگر دوستانی که اینجا زنگ زده شدن، تخمینا 50 زنگ در نوبت ایستاده است. تقریبا 24 زنگ علاقه به اصطلاح پرپوشن شد. برادران عزیز خواهش میکنم در وقت زنگ زدن زنگ نزنید، ما حتما زنگ شما رو قبول میکنیم و در برنامه های آینده که این برنامه‌مون برنامه سنجشی است، کوشش میکنیم که برای قبول زنگ هر یک شما ما امکانات رو داشته باشیم. حالا خواهش میکنم یکایی که شما که اینجا ما رو نزدیک به 2000 نفر تماشا کرده ایستادید، تگمه لایک رو پخش کنید تا دیگران با خبر شوند و به این برنامه ما پیوندند. و علیکم السلام، سلامت باشید. لبای الو، یک نفر زنگ میزنن صدایشان نمی بیاید. ما کوشش میکنیم زنگ دیگران رو قبول کنیم. لبای بفرمایید. گوش میکنم شما رو. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. اکا شوکت سلامت باشین، زنده باشین و آباد باشین اکا شوکت. سلامت باشید شما نیز. خب اکا شوکت التماس هم میخواستم که نام برنامه را یکمش راست بنویسین. من بسیار منتظرم که زنگ زدم شما در رسیدم. بعد انا خواهش داشتم که همه آینده ملت، آینده وطن، آینده جامعه تاجیکستان. بله، با مشورت و مصلحت شما تشکر زیاد. ما برای نام برنامه خیلی فکر کردیم. ایده میگفتن فردای تاجیکستان، ایده میگفتن فردای ملت، آینده کشور، آینده وطن، یا که آینده تاجیکستان بدون امام علی رحمان و چندین همین گونه نام ها به ما آمدند، مشورت ها، و در بین همین نام ها همین نام فردای تاجیکستان به اکثریت مقبول شد و ما کمر همت بستیم و با همین برنامه رو آغاز کردیم. سلامت باشد. اما یک حرف پیش تهران نویسگی تاجیکستان. خب هیچ گپ نیست، این برنامه سنجشی است، هیچ گپ نیست. باز کوشش میکنید که شما خوبتر و علوتر شود. اکا شوکت بفرمایید. گفتنیم
Тоҷикистон ҳамчун як шаҳрванди Тоҷикистон ба мардум гуфтаниям ки ба як фикр оянду صدا قطع شد. حتی مردم صبر گوش کردن یکدیگر رو ندارند، میخوان در درون قلب خود علم هایی که دارند صدایشان را یک گوش شنوایی باشد و بشنود. و متاسفانه امروز مردم کشور ان همین پخش های مستقیم را دریافتند و علم درد دل خود را خالی میکنند. و این علم و درد دل ها تماشابینان گرامی، هموطنان عزیز، اگر تمپش یعنی این علم ها علنگش آتش این علنگ ها بالاتر رود خیلی خطرناک است. انا همین برنامه فردای تاجیکستان برای همین است که امروز ما از علمگویی و علمزدگی برآییم و برای آینده تاجیکستان نقشه کشیم و اظهار نارضایتی ما در از پیش پیشنهادهای برای پیشرفت کشور داشته باشد. فقط با نارضایتی ما پیش نخواهیم رفت. در برابر نارضایتی چه الटरनेटिव هست باید این گفته شود. حالا دوستان عزیز، اینجا به ما چند نفر بزرگان نیز زنگ زده ایستادند از دایره سیاستمداران، سیاست شناسان و میخواهم با آنها نیز نوبت بدهیم. یک زنگ قبول میکنیم، بعد از آن میخواهم اینجا ما بعضی دوستان رو پیوست کنیم. الو، الو بفرمایید. الو گوش میکنم شما رو. نفری هستند که از صدای خودشون صدای خاندانشون بلندتر میگوید. مرحمت ما رو با اکای علیم شیرزمانوف، یکی از سیاستمداران برجسته کشور، معاونی حزبی معاونی پیمان ملی تاجیکستان پیوست کنید. میخواهیم آن کس فکر اندیشه خودشان را در این باره ابراز کنند. نون محترم، من همه شهروندان جمهوری تاجیکستان را با تأسیس یافتن یک برنامه، یک کانال ماهواره‌ای تبریک میگویم. مخصوصا دستاندرکاران آن را، برادر شوکت و دیگران را تبریک میکنم که امروز علاقه دویم برنامه است که به واسطه یعنی آنلاین با ماهواره رفت و این خیلی باعث خرسندی است و من شما رو حاضر تماشا داشتم و با برنامه شما فردای تاجیکستان و در اینجا بعض برادرها زنگ زدند و عموما خواهین ملت اعلان کردند و دیگر من گفتنی که عموما حاضر خیلی وضعیت خیلی در تاجیکستان خیلی دو قطبی شده ایستاده است مردم و این باعث نگرانی است و خیلی خشونت آمیز هستند. اون طرف اعلام میکند خواهین ملت و دیگر، این طرف هم از دشنام
کار میگیرد. خیلی خوشبختانه این طرف در دست یگان نیروی ندارد که آن را عملی گرداند، ولی آن طرف دیده استادیم که موی سفیدای از 80 بالا را به خاطر جزا دادن رقیبان سیاسی خود، یعنی غضب خود را بالای یک موی سفید یا یک کودک یا یک اویله یگان مخالف خود میریزند و این باعث سخت نگرانی است. و من میخواستم که همین برنامه شما هم کمی هم باشد به همین، یعنی همین حرارتی خشونت را کمی هم باشد پست کند، چه در بین طرفداران خود و چه در بین مخالفان خود، که این مخالفان ما مخالفین هم کم نیستند، نه فقط حکومت بلکه دیگر نیروهای هم هستند که مخالف ما هستند و اون طرف هم بسیار خشین است و این بسیار نگران کننده است. ببینید خشونت در تاجیکستان، عموما تاجیکستان بسیار به خشونت زده است. ببینید مردم ها میآیند کودک خود رو بوغی میکنند، شوهر زن خود رو میکشد، زن شوهر خود رو میکشد و این همش یک محیطی خیلی وزنین است در تاجیکستان. و من امیدوارم که از تلویزیون ماهواره‌ای پیام و از جمله همین خیلی برنامه هایی که برادرمون شوکت اون رو پیاده ساخته استادند باعث می شوند که درگیری، یعنی درگیری های لفظی نسبتاً با چه بگوییم نسبتاً ملایمتر، نسبتاً سازنده تر باشند بین هم. و اون چیزی که شوکت گفتن که ما البته که در این برنامه باز چندین بار شرکت خواهیم کرد و از برنامه های یعنی فردای تاجیکستان رو ما چگونه میبینیم گفته خواهد شد. یعنی در فردای تاجیکستان رو ما چه خیلی میخواهیم بینیم. و از همین خاطر من بار دیگر همه شما رو با این برنامه، با شروع این ماهواره و با شروع برنامه شما تبریک میکنم. از برادرم شوکت جان التماس میکنم که همون یک بلای کرده، همون سهول هایی که از اون طرف داده میشن اونها هم شنیده شوند، بگذار ضد ما باشند، بگذار تحقیر و دشنام نباشد، بگذار چیزی خواهیم گویند چیزی نگویند. ما آماده این پاسخ دادن. یعنی اگر تنقید از یک حکومت این خیانت باشد، اگر غصب حکومت مگر خیانت نیست، این روز ما شاهد غصب حکومتیم و ما دلیل های خود را داریم در همین تنقید هایی که داریم از حکومت و همین موقعی که داریم. ما دلیل داریم، به دلیل سخن نمیتونیم و بیاید شما هم با دلیل، با به زدن تمغه بالای یک نفر خوین و نمیدونم چی، یعنی این موقعی سازنده نیست. با این ما نمیتونیم. بگذار شما در اونجا از همه مخالفان خود تاجیکستان رو تازه کردید، لیکن این محیط سازگار رو در بین مردم باعث نمی شود که، یعنی شما با این عمل خود محیط داخلی رو هم، محیط عموما داخل تاجیکستان رو ویران میکنید. بیایید کمتر با دلیل سخن کنید. عموما مناسبت با شهروندان خود رو تغییر دهید. اگر شما نخواهید که امروز ما شاهد هستیم که میگویند که شما خواهین و شما جنگ میخواهید، لیکن ما شاهد هستیم که با جنگ طرف مقابل دعوت میکند. هر
تنقیده که میشنوی میگی که خب قوه برق رو به بیرون میفروشید، مردم خنک خورده است، شما میگویید که شما جنگ میخواهید. ما میگوییم که پوره نگیرید، خب خیش تبار رو در وظیفه و تعیین نکنید، یک محل رو در وظیفه و تعیین نکنید، شما باز میگویید که جنگ میخواهید. یعنی اگر ما گوییم که باید انتخابات شفاف گذرد، شما میگویید که شما جنگ میخواهید. یعنی منظور شما همین که بیایید، اگر توانید بیایید حاکمیت را از دست ما گیرید. یعنی خودتان دعوت میکنید که بیایید سلاح به دست گیرید، ما را از وظیفه خالی کنید. ما سلاح گرفتیم، من از سلاح ما حاضر یک سلاحی چه بگوییم بین قطعوی که میگویند، یک موشک بین قطعوی گرفتیم که این انا به مواره برآمدیم در خطبه انشاءالله. این بعد در تمام نقطه های عالم تمام شهروندان تاجیکستان میتوانند ما رو تماشا کنند و ما مسلح شده ایستادیم. البته تشکر برادر شوکت. اگر سوال های باشند مرحمت، من هم شاید توانم به سوال ها پاسخ دهم. من میخواستم اینجا از شما خواهش کنم که در برنامه های آینده ما فعال باشید. ما شما را بیشتر دعوت میکنیم از فکر و اندیشه های شما همچون یک سیاستمدار سطح ملی پرسیده باشیم و فکر و اندیشه های شما را برای فردای تاجیکستان، برای آینده ملت استفاده کنیم. سلامت باشید. اندیشه های شما را برای فردای تاجیکستان، برای آینده ملت استفاده کنیم. سلامت باشید. تماشابینان عزیز، بینندگان ارجمند، ببینید از زیاد دوستان، خیلی ما در خدمت شما هستیم. هرگاه لازم شد ما در خدمتیم. تشکر زیاد برادر عزیز. تماشابینان عزیز، ببینید اینجا از تمام سخنرانی هایی که هست و شده ایستاده است یک چیز خلاصه برآوردن ممکن است. حکومت امروزه تاجیکستان تمام ملت را ضد خودش قرار داده ایستاده است. یعنی یک خودش به چند استودنت، یعنی دانشجوی نیازمند به بهای استاد و چند معلم معاشخور، استاد دانشگاه و چند معاشخوران خودش باقی مانده است و آنها را میترساند که اگر به سیاست من نبودی از جای کار محروم میشوی، از مبلغی که معاشی که به دست میبیاری محروم میشوی. با همین نگاه داشته ایستاده است. لیکن قشر اساسی کشور که بیکاران، مهاجران را تشکیل میدهد ضد خودش حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داده است. با این ما به کجا میرویم؟ راه به سوی کجاست؟ همین حالت. تمام ملت درد و الم قلبش را پر کرده است. این به کجا برده میرساند؟ اگر هم حکومت، اگر هم مخالفین از پی یک ایجاد برنامه‌های برای آینده کشور، برای آینده ملت، برای قشر نارضا، برای قشری که جان به لب آمده است نداشته باشیم، ما خیلی خطا میکنیم و حتی درباره آینده و فردای تاجیکستان گپ زدن راست نمی آید. برای چی؟ برای اینکه با این حالت خیلی مشکل است آینده تاجیکستان را تصور کردن. برادر و خواهران عزیز، با سرشوی برنامه ما 1 ساعت شد. ما نقشه داشتیم که طول همین 1 ساعت خود را بسنجیم و مشورت های شما را بگیریم. تشکر به نفرانی که مشورت دادند و در برنامه ما اشتراک کردند
و تشکر به نفرانی هم که در برنامه ما اشتراک نکردند و حالا صدها زنگ آمده ایستاده است، ما قبول کرده نمیتوانیم و ما کوشش میکنیم در برنامه آینده کمبودی خود را برطرف کنیم و برابر برطرف کردن کمبودی خود باز نو به نو با مشورت با مدارا برنامه خود را ادامه دهیم. از تمام مقامداران، مسئولین حکومتی، کسانی که مخالفند یا موافقند برای آینده ملت میسوزند، خواهش میکنیم در برنامه ما اشتراک کنند. خب بر ضد مخالفین باشد، خب ما را شما تحقیر کنید، خواهش میکنم، خب ما را شما پس زنید و دیگه هر چی میگوید بگویید، لیکن این گپ ها میماند. وقتی که ما برای آینده تاجیکستان چیزی گفتنی نداریم، این بهای شما است. وقتی که شما نمیتوانید برای آینده تاجیکستان یک حرف بگویید، فقط سخنتان به تحقیر و دشنام تمام می شود. این بهای شما است. محترم طرفداران حکومت، دانشجویانی که شما را گماریده اند، گماشتگان حکومت، محترم در درون ناخونک فرمه جواب، از فرمه بودن دست کشید. از جای شما ملتان عزیز، جای شما هموطنان عزیز عاقل نیست، عاقل فرمه نیست. ما ملت سربلندیم. آنهایی که شما را به یک عاقل برده از شما یک فرمه ساختند و نامش را فرمه جواب ماندند، از اون فرمه خود را کنار گیرید، برهید و رو به سوی معرفت نهید، رو به سوی نفرانی نهید که واقعا آینده تاجیکستان را میخواهند، واقعا فردای تاجیکستان را، بهبودیش را میخواهند. سلامت و سربلند و پیروز باشید. با شما بودم شوکت محمد در برنامه فردای تاجیکستان.